سلام به شما، من صالح هاشمی هستم و توی این ویدیو قصد دارم در مورد مسئله شماره 55 از سری مسائل لیدکد صحبت بکنم. مسئله جامپ گیم هست و میخوام این مسئله رو با هم بخونیم و حلش بکنیم و باز تکرار میکنم که این مسئله رو من به روش خودم حل کردم و این روشی که میبینید شاید بهترین روش نباشه، ولی فکر میکنم روشی هست که نسبتاً مناسبه. بریم سراغ بررسی مسئله جامپ گیم و بهمون یک آرای نامز میده مثل خیلی از مسائل دیگه و میگه که شما در ابتدا روی این ایندکس اول یا فرست ایندکس قرار دارید و این عددی که اینجا نوشته نشون میده که شما از این ایندکس چند ایندکس میتونید به سمت جلو حرکت بکنید. یعنی از ایندکس 2 ما میتونیم 1 و 2 تا ایندکس حد اکثر بریم جلوتر. و بعد هدف چیه؟ هدف اینه که برسیم به انتهای این آرایه و آیا میتونیم به انتها برسیم یا نه. اول از اینجا یه دونه میایم جلو، مثلا میرسیم به 3 و دوباره از ایندکس شماره 1 یا از دومین در واقع ایندکس 3 تا حرکت دیگه به سمت جلو داریم که میشه 1 2 3 و میرسیم به انتها. اگر بتونیم با این ترکیب به انتها برسیم، این متد، این فانکشن ما در واقع باید بیاد ترو برگردونه. اینجا چون کلاس میشه متد باید ترو برگردونه و در غیر این صورت باید فالس برگردونه. خب پس اولین مرحله حل این مسئله این بود که بتونیم درک مناسبی داشته باشیم از صورت مسئله. اینجا چطوره؟ اینجا ترو برگشت. اینجا چی؟ اینجا میتونیم 3 تا بریم جلوتر و بعد اینجا 2 تا میتونیم بریم جلوتر، اینجا 1 و اینجا 0. دیگه به انتهای این آرایه نمیتونیم برسیم، پس در نهایت فالس برمیگرده. برای اینکه این رو حل بکنم دوباره میام سراغ یک آرایه. اول سایز رو مثل همیشه محاسبه میکنیم و بعد یک حلقه فور و تا سایز پیش میریم و اینجا هم i++. خب کاری که انجام میدم اینه که میخوایم ببینیم در هر لحظه از پیمایشی که داریم انجام میدیم توی این آرایه حد اکثر تا کدوم ایندکس میتونیم پیش بریم. ابتدای کار یک کارنت مکس تعریف میکنم. همون ابتدای کار وقتی به این عدد 2 میرسیم حد اکثر میزان این در واقع حد اکثر ایندکسی که میتونیم بهش بریم ایندکس شماره 2 درسته؟ و اینجا چی؟ حد اکثر ایندکسی که میتونیم بهش بریم ایندکس شماره 3 هست. این ایندکس چطور به دست میاد؟ در واقع ما داریم آی رو، یعنی اون ایندکسی که الان توش هستیم رو جمع میکنیم با عددی که اینجا میبینیم. مثلا اینجا چطوره؟ اینجا عدد 2 رو داریم، ایندکس یعنی در واقع آیمون میشه 1 به اضافه 2 میتونیم تا ایندکس شماره 3 پیش بریم. پس در ابتدای کار کارنت مکسمون رو میذاریم نامز 0، یعنی میتونیم حد اکثر تا ایندکس شماره 2 پیش بریم و هدفمون چیه که بتونیم تا ایندکس شماره در واقع میشه گفت سایز منهای 1 پیش بریم و اگر تونستیم همچین کاری بکنیم یعنی به جواب رسیدیم. پس اینجا میام یه شرط میذارم، میگم حالا اگر این آی رو اومدی به اضافه کردی با نامز $i، یعنی ایندکس فعلی که الان توش هستیم رو $i رو به اضافه کردی با عددی در واقع ولیویی که توی ایندکس داریم و اگر این بزرگتر شده از کارنت مکسی که تا الان بهش رسیدیم، اینجا بیا کارنت مکس رو برابر قرار بده با $i به اضافه نامز $i. درست شد؟ و اگر حالا اینجا میخوایم بررسی بکنیم به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم یا نرسیدیم. کارنت مکس اگر بزرگتر مساوی شد با $سایز منهای 1، یعنی اگر این کارنت مکس مثلا رسیدیم به چه میدونم اینجا میایم 1 رو به اضافه 3 میکنیم میشه 4. پس کارنت مکس میشه 4. سایزمون چنده؟ 5 منهای 1 4. پس یعنی در واقع ما میتونیم تا این ایندکس پیش بریم. پس یعنی چی؟ یعنی ریترن ترو. خیلی راحت بود به نظرم. البته یه سری حالات حالا بعد از اینکه از فرم اومدیم بیرون یعنی اینکه به جواب نرسیدیم دیگه، ما در واقع نباید از این حلقه خارج بشیم که به فالس برسیم و این تنها نکته‌ای هست که اینجا باید مد نظر داشته باشیم. اما یک کیسی هست اینجا که حالا من بار اول که اینو فرستادم به خطا خوردم، این کیس رو بررسی نکرده بودم و میایم همون ابتدای کار قبل از اینکه اصلا وارد حلقه
فور بشیم چک میکنیم اگر کارنت مکسی که همین الان به دستش آوردیم همون اول کار بزرگتر مساوی بود با سایز منهای 1، همون اول بیا یه ریترن ترو داشته باش. و پس همون ابتدای کار اگر دیدیم کارنت مکس اون ابتدای کار چند الان اینجا نامز صفرمون 0 بزرگتر از سایز منهای 1، بزرگتر مساوی سایز منهای 1، سایز اون 1 منهای 1 میشه 0. پس همون اول کار ترو رو برگردون و همین الان این رو ابتدا ران میکنم. خب اینجا یه خطا داریم، بررسی میکنیم ببینیم که ماجرا چیه. یه چیزی که اینجا جا انداختم و باید حتما در نظر داشته باشیم، اینجا نیاز به یه اند داریم. ما قرار نیست تا آخر این آرایه رو پیش بریم. هر بار ما حق داریم تا کارنت مکس پیش بریم. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که ما فقط تا جایی میتونیم پیش بریم که اجازه پیشروی داریم. یعنی اگر مثلا اینجا 3 رو دیدیم و بهمون گفته تا حد اکثر میتونید تا اینجا پیش برید، دیگه حق نداریم بریم رو 4، وگرنه اصلا بی‌معنی میشه جواب مسئله ما. پس این رو هم باید در نظر داشته باشید که باید حد اکثر تا کارنت مکس میتونیم پیش بریم. و بله میبینید که همه کیس ها پس شدن و بعدش هم پاسخ رو ارسال میکنیم و همونطور که میبینید در زمان نسبتا مناسبی به پاسخ رسیدیم. حالا من ارسال های نسبتا زیادی داشتم با روش های مختلف، اینجا حالا به یه جواب رسیدم و سعی کردم با روش دیگه هم حل بکنم. و توی یکی از این پاسخ هایی که در واقع ارسال کردیم اینجا میبینید که 100% افرادی که ارسال پاسخ انجام دادن رو بیت کردیم و اینم همون حالا البته پاسخ هست و حالا تو ران تایم های مختلف ممکنه یه مقدار تفاوت ایجاد بشه. به هر حال این روشی است که من داشتم. حالا شما ممکنه راه حل‌های دیگه‌ای رو بدید، ممکنه این رو به نحوی بیاید با این فوری که اینجا هست ترکیب بکنید یا هر شکل دیگه‌ای. اگر باز راه حل دیگه‌ای دارید، پیشنهاد بهتری دارید یا اگر فکر کنید ایرادی وجود داره، این رو در بخش کامنت ها بگید تا با هم در موردش صحبت بکنیم. و من صالح هاشمی هستم تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.